میم چی؟ این یه بازی فکری نیست. سلام 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 علیکم سلام علیکم سلام احوال علیکم. شما. این یه بازی فکری نیست، یه بازی خنده‌داره. قرار ما خنده‌دارترش هم بکنیم. بله بله. قرار نیست معمولی بازیش کنیم. شیوهش فرق داره. ببین داستان از این قراره، یه سری میم داریم همینطور که اینجا تماشا میکنید، یه سری هم موقعیت داریم، یه سری جمله داریم که مثلا نوشته وقتی میفهمید دوست صمیمی یه دوست صمیمی جدید پیدا کرده. اینجوری موقعیت‌های اینجوری داریم که نزدیک 300 تا موقعیت. خب داستان چیه؟ داستان از این قراره که ما به هر نفر یه دسته کارت میدیم، یه دسته میم میدیم. بفرمایید. خب منم این وای چقدر میمون. نبین دیگه، نبین. بذار تازگیش بمون. عرضم به خدمت شما که یه دسته کارت هم میدیم. بیا این دسته کارت های تو، ایمان تو، این هم من. آقا هر کسی اینجوری دور میزنیم دیگه، یه دونه کارت برمیداره میذاره وسط، میگه مثلا من جملم اینه. خب بعد ما بر اساس اون جمله باید یه دونه میم پیدا کنیم بذاریم وسط. خب و نباید به اون میمایی که به اون جمله انتخاب شده بخندیم. بله اوکی. هر کسی 2 تا فرصت خنده داره. بعد 2 تا اوت میشه، اون یکی ها هنوز تو مسابقه میمونن تا ببینیم برنده چه کسی است. خب نفری بفهم. بذار هر وقت که یه چیز جمله اومد بس برو بریم انتخاب کن جمله تو. اینجوری چیز کن، شانسی رندوم. این نمیخواد هم بزنه. شانسی رندوم نبود ولی خب اوکی این خوبه. وقتی تو عروسی موقع شام خوردن دوربین میاد روت. خب بفرم. حالا میمی که متناسب با اینه باید شما انتخاب کنید از اینا دیگه. آقا قشنگ میزنی ولی هیچکی منفجر نمیشه. این قبول نیست اصلا. نخند. هیچی نباید بخندی. اوکی. دیگه نذار اینا رو چیز کن اوت کن بده. خب هر کس بخنده هم قبوله. آره کلا نباید بخند. صدا بده دیگه. هر کس صدا ازش در بیاد تمومه. خب دست کارت ها رو عوض کنیم تنوع ایجاد بشه. بده من ما میکنم تو. خب میگه که وقتی با طرف خداحافظی میکنی ولی جفت تو یه سمت میری. اوکی. هیچ خنده ای نباید بریم. حتی اینم. اوکی.
قورت بده دیگه راحت باش. چی بود؟ خب اینا اینجوری بازی نمیکنن اما خودمون داریم بازی آره می‌کنیم. دستورالعمل بیا اینو خودش. بده من. خب نه عوض نه کردیم دیگه. ما. آره. واقعا نتونستم جلوی خنده هم بگیرم. خب قیافت وقتی تای کلاس میخوایم یواشکی خوراکی بخوریم تا میذاری دهنت با معلم چش تو چش میشی. چرا برای خودت میخوای؟ برام میمه خودش میکنه. دستمال بده دستمال. بابا من هادیو دیدم خندم گرفت. من چرا؟ بیا ببر. خب من میگه وقتی دستت میخوره یهو دوربین جلو باز میشه. برگی برنده دست من. یه نفرتون هست میشه. من برو بریم. تمام. خانم میگو بابا چرا به این نخندیدید پس؟ من خودم رو نگه داشتم. این به نظرم بهتر از همشون بود. عوض کن بده من. قیافی وکیلم وقتی تو دادگاه رفع اتهام شدم و به قاضی گفتم ممنون قول میدم دفعه آخرم باشه. تو چی بود به من؟ بایستا خورد دادی؟ آره دیگه هم تمام نشده که هنوز. داشت تو خندیدی قول دادی. دوئل. من باختم. خب بعدی بیا تو بازی باش ولی دیگه چیز نمی‌کنی. خب یه ده تو بردار بده میوه رو بده تو من. بیشتر سعی میکنی بخند میخندی به هر کدوم. آها میتونم حرف بزنم. بیا اینا رو عوض کنیم اینو بده من. وای.
من در حال الکی لبخند زدن چون متوجه نشدم طرف مقابلم چی گفت. خوب نگاه کن. بذار تموم شد. بابا چقدر وقتی زنگ ورزش مامانت میومده برات دکتر. ماما خوبم ماما. همه 39 درجه ماما خوبم. ای بابا بابا نمیخنده. کار کنیم دیگه ویدیوشو بیاریم برا. ببین یعنی یه چی پیدا کردم برا خودمونه. خب وقتی تولید کننده بازی هستی ما محتواش هستیم، تولید کننده بازی نیست و میگن چقدر شغل شیرینی داری. یه دونه حالی رفت، یه دونش رفت. چرا اینطوری میگیم؟ وقتی میرید تو همون آب رد میشه. نشون بده. بابا بخندی. وقتی دکترا داریم و میگن مدرک مهم نیست استعداد مهمه. بزنم بخور بخور خوردی؟ خوردی؟ نخوردی؟ نه نه
کت شلوار، شلوارک و دمپایی. سختش کنیم. هر کس لبش تکون بخوره یا صدا ازش در بیاد. آفرین. یا قبول. اینجوری بشه. آفرین. کلا اینجوری پوکر. قبوله. یه وقتی یه چیزی میخوری میبینی تاریخ انقضاش گذشته. بریم. چرا میخند بابا؟ من به خنده شما خندم میگیره، اینا خنده دار نیست. خیلی خوب. خیلی خوب بود، خیلی خوش گذاشت. لذت دمتون بردم. گرم. اگه بازم دوست داشتید پارت بعدم تو کامنت ها یادتون کامنت نره ها بنویسید. لایک و سابسکرایب. خواستید دیگه. یه مدل اصلیشو میتونیم بازی کنیم دیگه تو کامنت ها پارت بعد. بس بریم. تا یه میدی دیگه. خدافظ. خدافظ.